بیش از 65,000 نفر در غزه کشته شده اند و حرکت برای به رسمی شناختن فلسطین به عنوان یک دولت رو به افزایش است. امروز پرتغال آخرین کشوری خواهد بود که این کار را انجام می دهد. تا اکنون 147 کشور فلسطین را به رسمیت می شناسند. فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا همچنان اعلام نموده است که فلسطین را به رسمیت می شناسند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا، آلمان و ایتالیا همچنان مخالف باقی مانده اند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هشدار می دهد که راه حل دو دولتی در حال محو شدن است. همزمان کارشناسان می گویند که اقدامات اسرائیل در غزه با تعریف نسل کشی مطابقت دارد و دادگاه‌های بین المللی در حال بررسی اتهامات علیه رهبران اسرائیلی هستند. کنفرانس سازمان ملل متحد فردا 22 سپتامبر جاری برگزار خواهد شد. در این کنفرانس فرانسه، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال فلسطین را به حیث دولت مستقل به رسمیت خواهند شناخت.